وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 13 ایون سال 2022 تخمینا ساعت‌های 22:30 دقیقه راننده автомашین تمغه سنگیونگ رحیموف محمدجان علیموویچ سال تولدش 1972 ساکن نویه فرخار هنگام حرکت در حدود نویه مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد بردیف ذکرمد علیمادوویچ سال تولدش 1967 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد بردیف جراحت جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسید. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر دانسته می شوند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راههای جمهوری 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند.